دخترک و پسرک مشغول بازی بودن. پسرک چند تا تیله داشت و دخترک چند تا شیرینی. پسر گفت من همه تیله هامو میدم بهت، به جاش تو هم شیرینیاتو بده به من. دختر کوچولو قبول کرد و همه شیرینیاشو داد به پسر. ولی پسرک یکی از تیله بزرگای قشنگشو یواشکی قایم کرد و نداد. اون شب دختر کوچولو با آرامش خوابید، ولی پسرک نمیتونست بخوابه، چون خودش کلک زده بود و همش فکر میکرد نکنه دخترک هم کلک زده و همه شیرینیاشو نداده به من. آدمی که دروغ میگه و از صداقت بقیه سوء استفاده میکنه، اول از همه خودش آرامشش رو از دست میده، چون میترسه نکنه بقیه هم به من دروغ میگن، نکنه دارن به من کلک میزنن. صداقت یعنی بین فکر و حرف و رفتار فرد هماهنگی باشه. هر کدوم اینا سر جای خودش نباشه دروغ شکل میگیره. بعضی آدما به صورت بیمارگونه دروغگو هستن، یعنی اصلا نمیتونن حرف راست بزنن. این آدما یه جور نقص عصبی دارن و دچار خودشیفتگی هن. اهمیتی هم به واقعیت و بقیه نمیدن. وقتی به بقیه اهمیت ندی، برات مهم نیست چه اتفاقی براشون میفته با دروغت. دیگه عذاب وجدانم نمیگیری بابتش. عذرخواهی هم نمی کنی و سعی هم نمی کنی جبرانش کنی و همیشه با جمله تقصیر خودته گناه خودتو می پوشونی. دروغ دروغه. اصطلاحات دروغ سفید و دروغ مصلحت آمیز و این واژه هایی که آدما برای فرار از اشتباهشون ساختن، زشت بودن این کار رو اصلاً کم رنگ نمی کنه. کسی که دروغ میگه عزت نفس پایینی داره، چون اگه به خودش و تواناییاش اعتماد داشته باشه اصلاً نیازی نمیبینه با حرفی خلاف واقعیت وارد رابطه یا مذاکره بشه و اینطوری بخواد احساس بهتری داشته باشه یا تحسین و توجه دیگران رو جلب کنه. حواسمون باشه شاید یه زمان کوتاهی با دروغمون بتونیم کارمون رو پیش ببریم، اما حتما یه جایی صادق نبودنمون معلوم میشه و اینجاست که اعتمادی که از بین رفته رو دیگه نمیتونیم برگردونیم. زخمی که به دل کسی زدیم هرگز التیام پیدا نمیکنه. باید اونی که هستیم باشیم و نشون بدیم، چه مورد پسند باشیم چه نباشیم. دروغ فقط همه چیزو خراب و خرابتر میکنه. خدا جونم کمکم کن زلال و شفاف باشم و خودمو توی باطلاق دروغ و نادرستی نندازم. آمین. عالی باشید.